مشکلی که مهاجران را به تشویش آورده است، بخصوص مهاجران آسیایی مرکزی را، این است که وقتی که به دفتر آیس دعوت کنند، آنها نمیدانند که بروند یا اینکه نه. بعضی از مهاجران وابسته به استاتوس میگراسیونی خود باید هر زمان به دفتر آیس بروند و از قید مخصوص گذرند. متاسفانه نوارهای اخیری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است مهاجران را ترسان کرده‌اند، چون که در نوارها دیده می شود که افیسران آیس مهاجران را بازداشت می کنند و به بازداشتگاه یعنی دیتنشن ها می فرستند و در آنجا مهاجر دیپورت خود را انتظار می شود. در این حالت چیکار باید کرد؟ البته شما باید از حقوقشناس خود مشورت پرسید. از گفت مهاجران، حقوقشناسان به آنها توصیه می دهند که شما باید بروید به این ملاقات، اما باز اختیار را به دوش مهاجر میمانند، چون که حادثه های اخیر نشان می دهد که ممکن است مهاجر بازداشت شود و به بازداشتگاه فرستاده شود. البته در این حالت هیچ کس نمی خواهد مسئولیت حادثه بدی به وجود آمده را به دوش بگیرد. خب چی کار باید کرد؟ حقوقشناسان توصیه می دهند که اگر شما واقعا هم بعد ملاقات رفته نمیتوانید، سبب عذرناک دارید، باید به دفتر آیس زنگ بزنید و این ملاقات را به روزی دیگر مانید. یا اینکه شما اگر کوچیده باشید، آدرستان را باید در خدمات مهاجرت عوض کنید و آیس را آگاه کنید که شما در همان منطقه قبلیتان زندگی نمی کنید. این دو اقدام کمک کرده می تواند که ملاقات شما با آیس به وقت دیگر گذرانده شود. اما اگر شما دعوت آیس را قصداً انکار کنید و به ملاقات نروید، افیسر آیس می تواند از دادگاه دیپورت شما را درخواست کند و دادگاه به طور غیر نقشوی این حکم را می تواند صادر کند. برای همین دوستان عزیز، با حقوقشناسان خود در رابطه نزدیک باشید و از مشورت‌های آنها عمل کنید. و همه شما موفقیت آرزو می‌کنیم.